what are you doing? What I want. سلام بچه ها، چطورین؟ خوش اومدیم به ویدیو جدیدمون. تو این ویدیو قراره بهتون یه فیلم ممنوعه معرفی کنیم که راجع به همجنسگرایی دوتا زنه. قبل از اینکه بریم سراغ معرفی فیلم، لطف کنید اگه از این ویدیوها خوشتون میاد حتما ویدیو رو لایک بکنین، کانالم حتما سابسکرایب کنید. اوکی، بریم سراغ موضوع داستان. ببینید، موضوع داستان راجع به یه خانواده مذهبیه. یه شوهری که به عنوان کشیش یا هر چی توی کلیسا کار میکرده و زنش که اسمش الینا بوده و در طرف مقابل ما یه دختر دیگه به اسم پیتون داشتیم. داستان فیلم از اینجا شروع میشه که الینا یه مدتی بود زیاد با شوهرش حال نمیکرد، یعنی کلا از لحاظ جنسی با شوهرش حال نمیکرد، اما این قضیه رو به روی خودش نمی آورد و سعی میکرد قضیه رو پنهان نگه داره. حالا تو طرف مقابل ما یه زن دیگه ای داشتیم به اسم پیتون که این پیتون یه زن لز بوده و تقریبا چند سال پیش از همسرش جدا شده. این کلا یه زن همجنسگرا بوده. حالا کار پیتون داستان نویسی بوده، کار الینا عکاسی بوده. خلاصه اینا یه روز توی یه مراسم با هم دیگه آشنا میشن و پیتون از الینا خوشش میومد، با اینکه میدونست این یه زن متأهله، با اینکه میدونست بچه داره و با اینکه میدونست یه فرد عادیه، یعنی همجنسگرا نیستش، اما با این حال از این خوشش میاد و سعی میکنه مخ اینو بزنه. خلاصه شمارش رو میگیره، باهاش قرار مرار میذاره، یه دو سه تا قرار کاری میذارن با هم دیگه. یه روز که پیتون توی استخر بوده، چون تو خونهشون یه استخر داشتن هر روز شنا میکرده، یه روز که پیتون توی استخر بوده، الینا به هوای کارهای تجاریشون میاد خونه پیتون. اینو بدون لباس توی استخر میبینه، یعنی با یه لباس ناجور توی استخر میبینه. خودش هم یه جورایی خوشش میاد و چشش پیتون رو میگیره. خلاصه در ادامه الینام سعی میکنه یه جورایی به این بفهمونه که آره من از تو خوشم اومده، میخوام باهات بخوابم. حالا چطوری اینو میفهمونده؟ میومده از پیتون راجع به همجنس بازی میپرسیده، راجع به حال و هولایی که میکنن و این صحبت ها. در ادامه دیگه داستان همینطوری پیش میره که پیتون میخواسته یه جوری اینو راضی کنه باش بخوابه و الینا هم خوشش میومده ولی نمیتونسته به زبون بیاره چون توی یه خانواده مذهبی بودن. و همینطور داستان پیش میره تا یه روز پیتون الینا رو دعوت میکنه خونش و یواش یواش میگه که آقا ما دیگه نباید با هم بگردیم، چون من از تو خوشم میاد، تو رو به چشم دوست نگاه نمیکنم، میخوام با تو برنامه داشته باشم، پس دیگه نباید با هم بگردیم. الینا همون لحظه برمیگرده میگه نه اصلا این فکر رو نکن، منم از تو خوشم اومده، اشکالی نداره. خلاصه بعد از این جریان شروع میشه، اینا سه چهار بار با هم قرار میذارن، با هم میخوابن تا بالاخره شوهر الینا میفهمه داستانو و اینجا کلا الینا با خانوادش درگیر میشه و طی این درگیری در نهایت پیتون رو انتخاب میکنه که نشون میده چند بار با هم میخوابن، با هم بیرون میرن، که در ادامه میتونین داستانشو خودتون ببینین. اگه نمیدونین اسم این فیلم چیه، اسم این فیلم النا خام هستش. اگه خواستین دانلود کنین توی گوگل میتونین سرچ کنین النا خام، واسه سال 2010 هم هست. خیلی خب، دیگه چیزی نمونده که بخوام راجع به این فیلم بگم. امتیازش هم 7 از 10 که امتیاز خوبیه. لطف کنید اگه از این ویدیوها خوشتون میاد حتما ویدیو رو لایک بکنین، کانالم حتما سابسکرایب کنین تا به محض اینکه فیلم جدیدی معرفی کردم سریعا ازش مطلع بشین و بتونین ویدیوشو ببینید. فعلا روزتون خوش، خدا نگهدار.